بله، اینا پدر و پسری هستن که خواهرشان از دست داده آقا، پدر دختر خانمه که فوت کرده تو زلزله. اینا هم کانکس های خالی دولتیه. دولت نگاه کنه با خونج چادر اینا 5 متر فاصله داره. خب دولت اون کانکس ها رو به مردم میده 5 میلیون تومان، بعد مردم پول بدن. دولت هیچ وظیفه‌ای نداره در قبال مردم، ولی از خیرین از مردم میخواد که باید از مالشون همه چی بگذارن به مردم کمک کنن. یعنی وقتی اینا رو میگن اینو بهتون میدیم به شرطی که 5 میلیون وامتون کم برمی‌دارن با آدمای بیکار. مثلا چطور میتونه وامو پس بده؟ اینو به من بگید. الان کسی که خونش تقریبا مجبوره میگه آقا من اشکال نداره، الان خونه مشکل داره، بچه‌هاش مشکل عصبی دارن دیگه، رفته خریده بچه‌هاشو توش گذاشته، چاره‌ای نیست. اینجا منطقه تازه آباد سرپل، بیشتر افراد تو چادرن و یه تعدادی هم ما بین هر چادری کانکس هم دیده میشه که یه سرویس بهداشتی هم براشون درست کردن. که ما در کمتر از 2 هفته 73 روستا رو فقط مشکل برقشون حل کردیم براشون جاده زدیم، کارهای تاسیسات زیربناییشون انجام دادیم، برقشون رو حل کردیم، خسارات ناشی از جنگشون رو تا حدودی رفتیم جبران. افتتاح 45 مدرسه بازسازی شده توسط جمهوری اسلامی، یعنی به فاصله 45 روز در ضاحیه جنوب. مجموعاً 2280 پروژه رو جمهوری اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی، 73 مرکز عبادی، 19 مرکز درمانی، نزدیک 20 پل اصلی، 189 پل فرعی، 4 پل عابر پیاده، 110 مشروع برق، 494 مشروع بلدیات، 26 راه اصلی، 833 راه فرعی و 42 پروژه تجمیلی. اینا مجموع مشاریع ایرانی بودن و 13439 پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت‌ها به افرادش بوده که شامل 3035 پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت احشام و 8000 مورد خسارت زمین‌های زراعی در مناطق مختلف. هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سه بوده، وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام بده. چون مردم لبنان مردم عزیزی اند. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد.